با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم تماشاگران عزیز، برادران و خواهران و هواداران شبکه کاروان عمر. دوستان عزیز، خداوند رحمت کند هر آن شخصی را که از ما و شما درگذشته اند و امروز در قبر خواب هستند. خداوند قبرشان را پرنور، جایشان را جنت الفردوس گرداند و آخرتشان را آباد بگرداند و برماندگان ما و شما عمری دراز، تن صحتی و خانه آبادی و از هر درد و هر بلا و هر مصیبت و هر آفت های زمین و آسمانی در پناه خودش نگه می‌دارد. آمین یا رب العالمین. اما بعد، بشک بر همه ما و شما معلوم است که امروز، یعنی صبح امروز 5 فوریه سال روان، سراینده تاجیک دمیربک علیموف از دنیا گذشت و این خبر در همه رسانه‌ها و در سامانه‌های اجتماعی نشر و پهن گردید. البته هر یک سراینده به خود مخلصی دارد و هر یک مخلص هنگام گذشتن من سراینده های دوستدار خود میگویند که چرا ما را ترک کرده، کاش نمی‌مردی، تو بهترین شخص بودی و همچنین گریه های زیاد نسبت مرحوم میکنند. اما فراموش نکنید که با این گفته های شما گناه میگیریم. چرا ما را ترک کردی؟ این جمله هست که گویا که ما این را نمیخواهیم. ما فراموش کردیم که ما از خداوندیم و بر سوی او برمیگردیم. خداوند هر وقت و هر ساعتی که بر ما داده است، یک ثانیه نگذرانده جان ما را میگیرد و همه ما میرنده هستیم. کل نفس ذائقة الموت میگوید در قرآن عظیم الشان. یعنی هر یک نفسی که هست مرگ را میچشد، لذت مرگ را میچشد. و انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداوندیم و بر سوی او برمیگردیم. برای همین از مخلصانی که سراینده های دوستانشون از دنیا میگذرند، هیچگاه این جمله را نگوید که گناهکار میشوید. چرا ما را ترک کردی؟ کاش میبودی، می ایستادی، بهترین شخص بودی و همچنین سخنهای به معنی نسبت مرحوم میکنید.